كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بهترین شخص کیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین مردم کسی است که عمرش دراز و عملش نیکو باشد. خداوند عمل نیک و نیکوکاران را دوست می دارد. عمل نیک در حیات انسان خیلی مهم است، چون که خوشنودی پروردگار در آن است. برادران و خواهران عزیزم، کوشش بکنید تا عملهای نیک انجام بدهید. فرصت را غنیمت دانید، چون که شاید زمان فرا رسد که بخواهید عملی نیک را انجام بدهید ولی نتوانید. پس الان که فرصت در دست دارید، با انجام دادن عملهای نیک و کارهای پسندیده یکی از بهترین ها بشوید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.